بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد. این سوره را به نام سوره اخلاص یاد میکنه. سوره اخلاص یعنی خالص کردن چی است؟ کل دین برای الله. سوره اخلاص است. قرآن ختم میشه، برنامه بزرگ قرآن ختم میشه. در 3 سورت اخیری ادای سورت الله خلاصه یا لب لبابی کل قرآن بر ما پیش میکنه. سوره را به نام اخلاص به خاطر یاد میکنه که کل مغز دینی ما، محور و مدار دینی ما سر اخلاص میچرخه. هر عبادت خالص برای کی؟ برای کی؟ نزاع انبیاء علیهم السلام امرای قومشان در کدام گپ بود؟ 3 قسم توحید داریم: توحید ربوبیت، توحید الوهیت، توحید اسماء و صفات. ربوبیت ایمانا که تو اعتراف میکنی که الله مالک است، الله رازق است، مدبر است، قیوم است، زنده است، بگو عزت دهنده، ذلت دهنده، میراننده، زنده کننده. این صفات ها را صفات های چی میگه؟ ربوبیت میگه. و در این صفات ها اهل مکه محکم العقیده داشتن یا نه؟ خالق الله را میشمردن، مالک الله را تدبیر کننده، زنده کننده، عزت دهنده، کلی از کی را میشمردن. یکی توحید در الوهیت است. الوهیت ایمانا عبادتی که تو میکنی این مخصوص الله باشه، دیگه کس لحاظ نکنی، در نظر نگیری. عبادت چی را میگه؟ هر گفتار، هر کردار که موافق قرآن و حدیث باشه، پسندیده به نزد الله باشه، او را به نام چی یاد میکنه؟ عبادت. روزه چیست؟ نماز چیست؟ دعا چیست؟ نظر چیست؟ طواف چیست؟ بگوی کلی از این عبادت این مخصوص برای کیست؟ اگر یک کسی دعا را از غیر الله میخواه، عبادت الله را میکنه غیر الله را. نظر به نام غیر الله میکنه، عبادت الله را میکنه غیر الله را. طواف غیر از بیت الله از دیگه قبرها میکنه، عبادت الله را میکنه غیر الله را. بگوی نماز برای دیگه کس میخونه، عبادت الله را میکنه غیر الله را. روزه را به نام دیگه کس یاد میگیره، عبادت الله را میکنه غیر الله را. اینی را میگه توحید در الوهیت. و نزاعی که پیدا میشد در بین پیغمبر و قومش سر همین موضوع بود. عالی هم سر همین موضوع گپ است. ما میگیم نه، مالک و متصرف الله هست، حاجت الله پورا میکنه، مردم میگن قبران پورا میکنه. ما میگیم شفا را الله میده، و چی میگه؟ نمیگه الله دیگه کسام شفا داده. ما میگیم نظر به نام الله شوه، مردم میگن نه، به نام بابا نانک و بابا فلان هم شوه، به نام نظر بیبیم شوه، به نام علی و فاطمه هم شوه، به نام حسین هم شوه. اینی نظرها را میگه. ما میگیم طواف تن از بیت الله میشه. الله گفته ولیطوفوا بالبیت العتیق. خدا چی میگه؟ نه هر قبر قابلی چی هسته؟ طواف است، گردش هسته. ما میگیم عبادت غیر الله است. یکی توحید در اسماء و صفات است. هر اسم و صفتی که به الله ثابت است به مخلوق ثابت کرده نمیتونیم به مفهوم و معنا که به الله ثابت است. الله غفور است، الله رحمان است. رحمان چی معنا؟ مهربان سر کلگی. آلی سر کلگی مهربانی را دیگه کس کده میتونه؟ ملک میتونه؟ پیغمبر میتونه؟ چیسته؟ ولی میتونه؟ رحمان الله هست. در این نام ما کسی را امرای الله شریک میتونیم؟ نمیتونیم. اینی را میگه. پس اینجا مقصد و موضوع کل قرآن کریم در این صورت بر ما بیان میشه. این صورت 22 صورت است در نزول خود. قبل از سوره نجم و بعد از سوره ناس نازل شده. ارتباطش قطعی ما قبل. در اونجا الله هلاکت دشمن بیان کرد، اینجا وجهش بیان میکنه. چرا هلاک شد؟ اخلاص نداشت، عقیده توحید الله نداشت. کاکای پیغمبر بود خو عقیده توحید الله نداشت، بس هلاک شد. یا در اونجا الله بیان کرد هلاکت دشمنه که او دشمن پیغمبر بود. در اینجا راه نجات چی وقت ما میتونیم نجات پیدا کنیم؟ که عقیده توحید الله را چی بکنیم؟ یاد بگیریم. قل هو الله احد. قل بگوی پیغمبر علیه السلام. چرا قل برش میگه؟ بگوی پیغمبر خودم اعتراف بکو، برای مردم میره برسان. موضوع تو مسلک تو اینه میگه. پس توحید الله را، عقیده یک تا پرستی الله را به مردم بیان کو. الله چی رقم یک و یگان است؟ قل بگو هو ضمیر به کی راجع است؟ به الله. کسی آمده بود اهل مکه یا یهود سوال کرده بود که ای الله را برای ما تعریف کو که الله تو کدام الله است؟ الله جواب داد هو امو الله که شما تعریفش طلب داره. الله احد، الله یگانه است. هو ضمیر راجع به مو الله که در کلام از وا ذکر شده بود. یک توجیه است. بعضی مفسرین میگه هو الله شان سخنی است. اول الله را مبهم ذکر میکنه تا که ذهن متوجه شود. بعد از اون میگه الله احد، الله یک یگانه است. دو سوم نه، هو ضمیر راجع است به او اللهی که در ذهن هر فرد انسان است. یک فرد از انسان نیست که در ذهنش الله نباشه.
در آخرین مرحله که دیگه از هر طرف دستت کنده میشه و در قلب یک چیزی هست که اعتماد سرش داری، امو کیست؟ این در دل کافر هم است، در دل مسلمان هم است، در دل هر کس است. واقعه را براتون بیان کردم. فیلور چی شد؟ بگوه که امو وقتی که تاریش در حالت سقوط برابر شد، هر چیزی خدا چی کرده بود فراموش، خود سر یک قوت ای اعتماد داشت. زمانی که در زمین سالم آمد و نجات پیدا کرد، فهمید که امو دمو ذاتی که من در آخرین مرحله سرش اعتماد داشتم، من امو را قبول دارم. او را معرفی کرد برش کی؟ که الله هست. در این در دین اسلام است. بگوی پیغمبر علیه السلام هو الله احد، امی الله که است، احد یک و یگان است، هو الله، الله است. کسایی که از الله منکر است دهریا میگه ما طبیعت ما را همینطور برآورده و پس میموریم. کمونستا همین نظریه را داشتن، الله سرشان رد کرد، الله موجود است. لیکن اینجا کسایی پیدا میشه، ما در درسای مدرسه میخوانیم، میگه افلاک است، عقولی عشره است، باز یک عقل یک چیز پیدا میتونه دیگر نمیتونه، باز دو جنبه داره، باز دو چیز پیدا میکنه. الله میگه نه، الله احد، یک الله است، دو تا نیست. یک الله کلی چیزا را پیدا کرده، رد سری از واس، رد سری زردشتی آتش پرست است و میگه خالقی خیر علایده از شر علایده، خالقی تاریکی علایده از چی؟ بگوی نور علایده. یکی شر یزدان دیگه شه اهرمن میگفت، اهریمن میگفتن. تا حالی رای نظریه در کتابایشان به می یزدان ذکر میشه. الله ذکر کنه، خدا را هم ذکر نکنه، کلمه الله را استعمال کنه، رواج کنه شه. یزدان مزدان او اصطلاح زردشتی است، او را استعمال نکنه. و خالق دور قائل بودن. خب سری از وام رد کرد الله که الله احد، الله یک و یگانه است. احد چی مانا؟ هم در ذات خود یک و یگانه، شریک تعداد نداره، هم در صفاتش یکتاست. کسی با صفات الله برابر شده میتونه؟ نمیتونه. چرا الله تمامی کارا را به اسباب و وسایل میکنه. خو انسان یا هر کسی که است این کارا را به وسایل میکنه. باز میگه الله خو یک و یگانه است در ذات و در صفاتش. بله کسی خو برابر الله شدن نمیتونه، خو لیکن الله تبارک و تعالی به خود وزیرا مشاورا داره. علی براتون میگه یعنی پیش پاچا که میری یک وسیله بکار است، کسی که قطعی از او شناس داشته باشه، از او خاطر ما پیش قبرا میریم. الله میگه الله الصمد، الله بینیاز است. صمد بسیار معانی داره، ذاتی که کلگی به او محتاج، او به کسی محتاج نه، او به کسی محتاج نه و کلگی محتاجی کی؟ الله است. از او خاطر به کسی وزیر و مشاور ضرورت داره؟ قطعا نداره. الله الصمد نه، سیسته که در وزیر و مشاور خود ضرورت نداره، لیکن بخشش کرده بعضی تصرفا را، بعضی مرضا را تقسیم کرده. نصارا میگه عیسی علیه السلام تصرف داده، مرده را زنده میکنه، کور جور میکنه. یهود میگفتن عزیر علیه السلام مظهر علم الله است، کلی علومی از را جمع کرده. مسلمانای ما امروز میگه زیارتایی که گنبد در سرش است و زیاد حاجت‌ها را پوره میکنه، دیوانا جور میشه، زردی جور میشه، تاری شبیر در گردن بند کو این میکنه. الله چی میگه؟ لم یلد و لم یولد، لم یلد هیچ کسی را نزاده، کسی را از اولاد ازی پیدا نشوده، یعنی نه اولاد حقیقی که زن گرفته باشه اولاد پیدا، نه اولادی حکمی. اولاد حکمی را خو میشناسی که مشابه پدر باشه، در ملک پدر شریک باشه. شما خو میفهمه. نصارام نمیگفتن که عیسی علیه السلام از الله نعوذ بالله زن گرفته پیدا شده. میگه ابن الله به خاطری است رنگش مثل رنگی کی وارث، تصرفش مثل تصرف کی وارث؟ الله وارث. در ملکیت الله چی است؟ شریک. امروز اولیاء را مسلمانای ما همینطور میگن؟ نمیگن. این می رقم میگه چی برش میگه؟ ناز دا نه، ناز دانه الله است. اینجا میگه به خاطر میگیم که ناز دانه الله است. ناز دانه شما کدام بچه را میگه که پیاله را میده میکنه چیز برش گفته نمیتونی، قارم سرش شده نمیتونی، اما تو راست یا نه؟ باز میاد ریشی تام کش میکنه خیلی چیز گفته نمیتونی. الله همینطور نازدانا داره؟ بگوی که الله را مجبور بکنه. یا آدم مستحق جهنم شده، او میره سری الله بازور میگه کی را در جنت ببر. او امیر در شعرها براتون کدام شاعر بود که میخواندم که خیلی شهرت داره؟ میر فخرالدین. چی برش میگه؟ آسان نبود جانب دوزخ بردن ما آنجا که احمدی چی نباشه. یعنی تو خواه مستحق جهنم هستی، باید بری. قانون الله میره میگه. خب پیغمبر استاد میشه برای الله میگه که برده نمیتونه. آلی پیغمبر از زورش از کی بالا میبره؟ از الله بالا میبره. لم یلد نزاده کسی را، کسی اولادی پی الله نیست. ولم یولد نه کسی زاده شده از الله.
ای الله اولادی کسی نیست. ولم یکن له کفوا احد، نیست امرای الله برابر همتا امثال هیچ کسی است کسی برابر الله شده میتونه؟ دیگه کسی که در قبرها میره میگه ما اونجا وسیله میکنیم، چرا الله سر رحم نمیکنه؟ صاحب قبر رحم میکنه. تو خود رحمان میگی، رحمان چی مانا؟ بزرگترین رحم کننده کیست؟ خود تو که در قبر رفتی معلوم کردی که بزرگترین رحم کننده او است، الله سرت نیسته. از او خاطر سری صفت رحمانی الله تو عقیده نداری، صفت رحمانی الله تو عقیده نداری، از او خاطر ای بردن درست نیست. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین.